خیلی‌ها باورشون اینه با گذراندن دوره نقشه‌کشی صنعتی و یا یادگیری نرم افزار در دانشگاه، آموزشگاه یا دبیرستان میتونن به راحتی وارد بازار کار بشن. اما من با توضیحات امروزم میخوام این باورشون رو تغییر بدم. ببینید، در نقشه‌کشی صنعتی میان به این میپردازن که شما چجوری یک قطعه کوچیک و ساده رو در نماهای مختلف ببینی و حتی بهتون نمیگن اسم اون قطعه چی هست. پس فقط اگر تمرین خوبی داشته باشید میتونید دید این رو پیدا بکنید که قطعات ساده رو از نماهای مختلف ببینید و حتی گاهی شاید نگن چجوری. مثلا من در گروه ها و یا اطراف میبینم که دانشجو عکس یک قطعه رو میفرسته و سینمای اون رو میخواد، در صورتی که اگر بهش بگن که این قطعه دقیقاً چی هست و توضیحات کامل رو داده باشن، شاید حتی بدون خطوط کمکی و با تصور و تجسم بتونه این قطعه رو به راحتی ترسیم بکنه. فقط دقت کنید، گفتم تجسم نه تخیل. حالا اینکه بحث نقشه‌کشی ساده بود، شما باید این موضوع رو هم در نظر بگیرید که صنعت گستردگی فراوانی داره و برای ورود باید حوزه فعالیت خودتون رو مشخص بکنید تا این مورد براتون چالش ایجاد نکنه که کجا و چجوری از مدرک تحصیلی که دارید استفاده کنید یا با علاقه به نقشه‌کشی وارد بازار کار بشید. البته این موضوع باز کمیش برمیگرده به پرس‌وجو و تحقیقات خود شما. ولی باز از این بحث هم که خارج بشیم، مثلا حوزه نفت و گاز رو که انتخاب بکنیم، حوزه نفت و گاز هم زیر مجموعه های مختلفی داره. مثال این که ما نقشه‌کشی مکانیک داریم، پایپینگ داریم و غیره. پس شما بهتره که یکی از این بخش ها رو انتخاب کنید و دنبال یادگیری یکی از این بخش ها و حوزه ها باشید. نقشه‌کشی تجهیزات ثابت هم مثل بقیه بخش ها آموزش های خودش رو نیاز داره تا بتونید با اون وارد بازار کار بشید. اینکه تجهیز و اجزای اون رو بشناسید و بدونید که برای ترسیم این اجزا از چه استانداردهایی باید اطلاعات رو استخراج کنید. در این آموزش من شما رو با مخزن تحت فشار افقی آشنا میکنم و نحوه ترسیم اون رو براتون توضیح میدم. ببینید، برای اینکه هم کارفرما متوجه بشه که تجهیزی که قرار هست ساخته بشه با مشخصات مورد نظرش مطابقت داره یا نه و در انتها چه چیزی رو تحویل میگیره، و هم بخش ساخت و تولید بتونه کار ساخت خودش رو انجام بده، نیاز به چند نقشه هست. مثلا ما در نقشه جنرال میایم تمام اجزا و قطعات و شکل نهایی تجهیز رو ترسیم میکنیم و در اون مشخصاتی که کارفرما خواسته و بخش محاسباتی ما داده در کنار هم قرار میگیرند و اگر برخورد و تداخلی باشه دیده میشه. در نقشه های دیتیل هم میایم تمامی اجزا رو به صورت مجزا ترسیم و اندازه گذاری میکنیم و به شکلی انفجاری از مخزن هست تا بشه ساخت رو بهتر انجام داد. حالا علت این که اسم این دوره رو گذاشتم نقشه‌کشی مخازن تحت فشار افقی این هست که مخازن تحت فشاری باز به تیپ‌های مختلفی تقسیم میشه که آموزش تمام این تیپ‌ها در این دوره امکان پذیر نیست. امیدوارم با این فیلم تونسته باشم یک دید کلی از مطالب آموزش این دوره به شما بدم تا با خیال راحت تری نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره اقدام کنید.